سفری دوم. ای برادران، بدانید که من با آن ترس که روزی گذشته از برای شما حکایت کردم در عیش و نشاطی به اندازه به سر می بردم و در غایتی خوشوقتی بودم، تا اینکه روزی از روزها به خاطرم گذشت که به شهرهای دیگر سفر کنم و شهرهای و جزیره ها را تماشا نمایم و معیشت حاصل کنم. آنگاه آماده سفر گشته، مالی بسیار بیرون آورده، بضاعتی نیکو و شایسته خریده بربستم و به ساحل آمده کشتی بزرگی که بادبانهای حریر و مردان دلیر و اسلحه شایان داشت پیدا کردم. مکان کرایه کرده بارها بر او بنهادم و با جمع از بزرگانان به کشتی نشسته و همان روز سفر کردیم. باد مراد وزیدن گرفت، از دریای به دریای و از جزیره به جزیره می رفتیم و در هر مکانی که کشتی نگاه می داشتند بزرگانان و توانگران، فروشندگان و خریداران پیش می آمدند. می خریدیم و می فروختیم و در این حالت به سر می بردیم تا اینکه قضا و قدر ما را به جزیره بزرگتر برسانید که درختان بسیار، میوه های آبدار، شکوفه های الوان، مرغان خوش‌الحان و چشمه های روان داشت، ولیکن در آنجا دیاری نبود. پس ناخدا در آنجا کشتی بداشت. بزرگان و اهل کشتی به جزیره در آمدند و به تماشا مشغول شدند. من نیز با کسانی که از کشتی به در آمده بودند به جزیره فرو آمده در کنار چشمه صاف نشسته خوردنی که با خود داشتم بخوردم و نسیم معطر به من بوزید. آنگاه خوب مرا بود. من راحت یافتم و از آن نسیم خوشبو و نکهتی نیکو لذت بردم. وقتی که برخاستم در آن مکان از انسان و جنیان کسی نیافتم. هیچ یک از بزرگانان از من یاد نکرده مرا در جزیره گذاشته رفته بودند. من به چپ و راست نگاه کرده جز خود کسی را ندیدم. بسیار غمگین شدم و نزدیک بود که زهرم از غایت اندوه بشکافد و با من چیزی از مال دنیا و خوردنی نیز نبود. تنها در آن جزیره بماندم و از زندگی ناامید شدم. با خود گفتم اگر در سفری نخستین کسی یافتم که مرا به آبادی رساند، افسوس که این بار کسی پیدا نمی شود که مرا به آبادی رساند. پس از آن گریان شدم و به خویشتن نوحه می نمودم و خود را ملامت می کردم و از سفر خود پشیمان بودم که چرا چنان راحت و شادی را که در شهر بغداد داشتم بگذاشتم و دوباره مهنت سفر و غربت انتخاب کردم و حالان که مرا به چیز حاجت نبود. خلاص آن رنج ها که در سفری نخستین برده بودم به خاطر آورده از بیرون آمدن از بغداد و سفر کردن در دنیا پشیمان بودم. از غایت ملالت مانندی دیوانگان شدم. آنگاه برخاسته در جزیره به چپ و راست می رفتم و در یک جای نشستن نمی توانستم. ناچار به درختی بلند برآمدم و از آنجا به چپ و راست نظر می کردم. جز آب و آسمان و درختان جزیره چیزی نمی دیدم. چون نیک نظر کردم در جزیره چیزی سفیدی بزرگی دیدم. از درخت فرو آمده به آن سو رفتم. چون به او رسیدم دیدم که قوبه است گرد و بزرگ. به دور او بگشتم، دری از برای او نیافتم.
بسیار نرم و لغزنده بود. به فراز او رفتن نمی توانستم. دور او را پیمودم. 50 قدم بود. در فکری حیلتی بودم که بر او داخل شوم. حیلتی نیافتم. در غایت حیرت به این سوی و آن سوی می گشتم تا اینکه آفتاب از چشم من ناپدید شد و هوا تاریک گشت. گمان کردم که ابر پیش آفتاب گرفت. سر برداشته خوب نظر کردم. پرنده‌ای بزرگ جثه‌ای دیدم که در هوا می پرید و آفتاب به سبب او ناپدید شده است. از آن پرنده بسی در عجب شدم. آنگاه مرا حکایت به خاطر آمد که در زمان گذشته از سیاحان و مسافران شنیده بودم که در پاره از جزیره ها پرنده بزرگی است و آن را روح گویند که کودکان خود را از گوشت فیل طعمه دهد. پس دانستم که آن قوبه سفید تخم از تخمهای روح است. من از آن پرنده و تخم در عجب بودم و در آفریده های پروردگار به حیرت مانده خدای تعالی را حمد و ثنا می گفتم و چشم بر آن پرنده داشتم که به سوی آن قوبه فرود آمد و او را به زیر بگرفت و بخفت. در آن هنگام من برخاسته دستار از سر بکشادم و او را مانندی تناب بتابیدم. سر از او به میان بسته سری دیگر به پای آن پرنده محکم بستم و با خود گفتم که شاید این مرا به شهر و یا آبادی برساند. به هر جا که برد از نشستن در این مکان بهتر خواهد بود. پس از آن شب بیدار ماندم از ترس آنکه مبادا بخوابم و آن مرغ مرا غافل بردارد. چون سحر بدمید مرغ از روی تخم برخاست و بانگ بلند زده به هوا پرواز کرد و مرا نیز بلند کرده چندان بالا رفت که من گمان کردم پرهای او به آسمان می رسند. پس از آن فرود آمد و مرا فرود آورد تا اینکه مرا به مکانی بلند برسانید. من چون خیشتن را بر روی زمین دیدم به سرعت پیش رفته خود را بکشودم و از او بسیار خوف داشتم، لیکن او مرا ندید و احساس نکرد. چون دستار از پای او کشاده خلاص یافتم به کنار ایستاده بودم که آن مرغ چیزی به چنگال گرفته پرید. چون خوب دیدم مار بود بزرگ. از بزرگی آن مار حیران ماندم و به حیرت در آن مکان برفتم. خود را بر جای بلند یافتم. در پای او بادیه بزرگ بود و در پهلوی بادیه کوه بود بسیار بلند که کس قدرتی بالا رفتن آن نداشت. من از آن پشیمان گشته خود را ملامت کردم که چرا از آن جزیره به در آمدم. کاش در همان جزیره بودم که خوردنی در آنجا یافت می شد و آنجا خیلی بهتر از این مکان بود. سبحان الله، از مصیبت خلاص نگشته به مهنتی بزرگتر و سختتر از آن بیفتادم. پس از آنجا برخاسته دل قوی داشته و در بیابان قدم نهاده می رفتم. زمین آن بیابان را سنگ الماس یافتم و در آن بیابان مارها بودند که به درخت خرما مانند بودند و آنقدر بزرگ بودند که می توانستند فیل را فرو برند و آن مارها از بیم روح شبها آشکار و روزها پنهان می شدند و روح را عادت این بود که آنها را می ربرد و پاره پاره می کرد.
سبب این کار معلوم نبود. پس من در آن بیابان ماندم و از کرده خود پشیمان بودم که به خود می گفتم بد و به حال من که در هلاک خویشتن شتاب کردم و در مرگ خود بکوشیدم. پس در آن بیابان می رفتم و در جایی که شب در آنجا به سر برم نمی یافتم. بسیار بیم از آن مارها داشتم. خوردن و نوشیدن را فراموش کرده به خویشتن مشغول بودم که غار در آن نزدیکی پدید شد. و آن سوی رفته دریچه یافتم. از دریچه به غار در آمدم. در آنجا سنگی بود بزرگ. آن سنگ را بجنبانیده دری غار را با سنگ گرفتم و خود درون غار بودم. با خود گفتم حمد خدای را که به این مکان آمده امین شدم. چون آفتاب برآید بیرون رفته منتظری لطف الهی شوم. پس از آن به غار نگاه کرده مار بزرگ دیدم که در بون غار بر روی تخم خود خوابیده. تنی من به لرزه در آمد. کاری خود به قضا و قدر سپردم. چون صبح بدمید سنگ را از دری غار به یک سو نهادم و بیرون آمدم، ولی از غایت بیم مانندی مست مدهوش بودم و در آن بادیه حیران همی رفتم که ناگاه لاشه بزرگ افتاده دیدم و در آنجا کسی را نیافتم. به فکر افتادم و حکایتی را که از بزرگانان و سیاحان شنیده بودم به خاطر آوردم که در کوه الماس خطرهای بزرگ است، لیکن کسی به آنجا نتواند رفت. ولیکن بزرگانان چون خواهند سنگ الماس پدید آورند، حیلت سازند و گوسفند را کشته پوست از وی بردارند و گوشت او را پرچه پرچه کنند و از آن کوه به بادیه براندازند. پس پارچه های گوشت گوسفند به سنگ های الماس بیفتد، سنگ ها به او بچسبند. آنگاه پرندگان از روح و کرگس به آن لاشه بنشینند و آن را به چنگال گرفته به بالای کوه برآیند. در حال بزرگانان به سوی پرندگان آمده بانگ بر آنها زنند و پرندگان از آن لاشه دور شوند. آنگاه سنگ های الماس را که بر آن لاشه ها چسبیدند برچینند و به شهرهای خویشتن ببرند. هیچ کس به سنگ الماس نتواند رسید. با این حیلت سندباد دریاگرد تمامت آنچه در کوه الماس دیده بود به یاران خود حکایت کرد. پس از آن گفت چون لاشه بدیدم و حکایت به خاطر آوردم، برخاسته به نزد لاشه بیامدم و از سنگهای الماس آنچه می توانستم جمع آوردم و در میانه جامه و جیب و آستین و بغل خود بگذاشتم تا اینکه سنگ بسیار گرد آوردم. آنگاه دیدم که یک لاشه بزرگ از بالای کوه به زیر افتاده. من پیش لاشه رفتم و خود را به دستار بر آن لاشه بستم و بر پشت خوابیده او را به سینه گرفتم و در آن اثنا کرگس بر آن لاشه فرود آمد، او را به چنگال گرفت و به هوا بلند کرد. من نیز بر او آویخته بودم و آن کرگس همه پرید و مرا با لاشه همه برد تا اینکه به بالای کوه برآمد و لاشه را به زمین نهاد و قصد کرد که لاشه را از هم بدرد و بخورد. ناگاه آوازی بلند از پشت کوه برآمد، کرگس برمید و به هوا بپرید. من خویشتن را از لاشه بگشادم و جامه من به خون او آلوده بود. پس در پهلوی لاشه بایستادم. در حال بزرگانی که بانگ بر کرگس زده بود به سوی لاشه آمد.
مرا در آنجا ایستاده دید، بترسید و به من هیچ نگفت. به نزد لاشه آمد، او را به این سو و آن سو کرد و از سنگ‌های الماس چیزی به آن چسبیده نیافت. فریاد برآورده گفت: وا حسرتا، این چه حالت است؟ آنگاه من پیش رفتم. به من گفت: تو کیستی و به این مکان از بهر چی آمده ای؟ من به او گفتم: بیم مدار و هراس مکن که من از بهترین انسانم و بزرگان بودم. مرا حکایت است عجیب و قصه است غریب و سبب آمدن من به این مکان طرفه حکایت دارد. تو غمگین مباش که با من بس سنگ الماس است. چیزی که تو را کافی باشد به تو خواهم داد. سنگ‌هایی که با منند هر یک بهتر از تمامت آن سنگ هاست که به این لاشه چسبیده. پس در آن هنگام بزرگان آرام گرفته مرا دعا گفت و شکر به جا آورد و به من در گفتگو شد. بزرگانانی که هر یک از ایشان لاشه انداخته بودند آواز من و او را بشنیدند و به سوی ما بیامدند. ما را سلام دادند و سلامتی ما را مبارکباد گفتند. من نیز تمام قصه خود را به ایشان گفتم و رنجی که در سفر برده بودم برایشان نقل کردم و سبب رسیدن خود را به آن مکان بیان کردم. پس از آن به صاحب لاشه که بر او آویخته بودم چیزی از آن سنگ ها که با خود داشتم بدادم. او خوشوقت شد و مرا دعا گفت. بزرگانان به من گفتند: به خدا سوگند که تو را عمر تازه دادند وگرنه هیچ کس پیش از تو به این مکان نرسید. پس از آن شب را در مکان خوب و امن بخفتند. من نیز با ایشان بخفتم و از اینکه از بادیه مارها خلاصی یافته به آبادی رسیده بودم شادان و خرسند بودم. چون روز شد برخاسته در آن کوه بزرگ همی رفتیم و مارهای بسیار در آنجا می دیدیم تا آنکه به جزیره در آمدیم. در آنجا درختان کفور بودند و بزرگی هر درخت به قدری بود که 100 نفر در سایه او می نشستند و اگر کسی می خواست از کفور آن جمع آورد از بالای درخت به سیخی بلند سوراخ می کرد و آنگاه کفور از آن روان می شد و سمغ می گشت. پس از آن درخت خوش گشته هیزم می شد. در آن جزیره نوع از وحشیان بودند که آنها را کرکدن می گفتند. آنها در جزیره مانند گاومیش می چریدند. آن جانوران از اشتر بزرگ بوده یک شاخی میانی سر داشتند که درازی آن 10 ذرع بود. از یک گروه سیاحان و مسافران شنیده بودم که همان کرکدن فیل بزرگ را به شاخ بردارد و در جزیره و ساحل ها می گردد و فیل بر شاخ او مرده روغن فیل از گرمی آفتاب به چشمان او می ریزد. در حال نابینا می شود. آنگاه مرغی رخ آمده او را به چنگال گیرد و او را به لاشه فیل که بر شاخ دارد از بهر اولادش طعمه برد. و در آن جزیره یک نوع گاومیش بود که در نظر ما نظری آن به هم نمی رسد. من قسمی از سنگ‌هایی که برچیده بودم و بزرگانان فروختم. از آنها دینار و دیرم و بضاعتی تجارت گرفتم و با ایشان سفر کردم. در همه جا خرید و فروش می کردیم تا اینکه به شهر بصره رسیدیم و چند روز در آنجا مانده پس از آن به شهر بغداد آمدم. سینباد دریاگرد به حاضران گفت:
چون از سفر برگشتم و به شهر بغداد رسیدم، به خانه خود در آمده بسیار سنگ الماس و متاعهای قیمت بها و بضاعت نفیسه با خود آوردم. عیال و پیوندان من بر من گرد آمدند. به مسکینان صدقه، به یاران تحفه ها دادم و به بزرگان هدیه فرستادم. پس از آن خوردنی های لذیذ می خوردم و نوشیدنی های خوش می نوشیدم و هر کس که از سفر بازگشتن مرا می شنید به نزد من می آمد و از حال سفر و چگونگی شهرها سوال می کرد. من به وی عجایباتی که دیده بودم بیان می کردم و رنجهایی که کشیده بودم باز می نمودم. مردم از خبرهای من تعجب می کردند و حیران می ماندند. پس از آن سندباد گفت: فردا حکایت‌های سفر سیوم از برای شما نقل خواهم کرد. پس چون سندباد حکایت سفر دوم به یاران نقل کرد، شام بخوردند و سندباد دریاگرد 100 مثقال زر سرخ به سندباد حوال داد. سندباد زرها را گرفته او را دعا گفت و شکر احسان و جا آورده راه خود پیش گرفت و رفت. آن شب را به خرمی و شادی به روز آورد. چون بامداد شد راه خود پیش گرفت و از روی دعوت به خانه سندباد دریاگرد بیامد. سلام کرد، با او بنشست تا اینکه باقی یاران جمع شوند. آنگاه سندباد دریاگرد سخن آغاز کرد و به حکایت سفر سیوم زبان گشاد. اینجا من با شما شنونده عزیز خیر و خوش می نمایم و امید دارم که سفرهای دیگری سندباد دریاگرد را در روزهای نزدیک بهرتان آماده خواهم کرد. شاد باشید.